4 تا گلس توی بازار هستن که یک کدومشون رو به هیچ وجه نباید بخری. این پست رو سیو کن که بعداً خواستی گلس بخری سرت کلا نره. اولین مدل گلس‌های پلی اتیلن تریفتالات یا همون PET هستن. این گلس پلاستیکیه که دقیقاً توی ساخت بطری آب معدنی هم از همین جنس استفاده میشه. این گلس فقط به درد یه کسایی میخوره که دوست ندارن هزینه زیادی و واسه خرید گلس پرداخت کنن، چون این گلس‌ها نه در برابر ضربه و نه در برابر خط و خش مقاومت خوبی از خودشون نشون نمیدن. دومین مدل گلس‌های ترموپلاستیک پلیورتان یا همون TPU هستن. این گلس‌های ژله‌ای محبوب در برابر خط و خش مقاومن و در برابر ضربه‌های نسبتاً سطحی هم عملکردشون بد نیست، اما اگه یکم ضربه سنگین‌تر باشه اون موقع است که LCD شما دار فانی و ودا میگه. سومین موردم گلس‌های حرارت دیدن، گلس‌هایی که در مقابل ضربه و خط و خش به شدت مقاومن و میتونین بهشون اعتماد کنین، خصوصا اون گلس‌هایی که استاندارد 9H دارن. آخرین مدل هم گلس‌های نانومایه هستن که مقاومتشون در برابر ضربه و خط و خش به شدت بالاست و خیلی هم تو بازار محبوبن. این گلس‌ها به دلیل وجود نانوپلیمرها ضخامت به شدت کمی دارن که کار کردن با گوشی برامون خیلی راحت میکنه. این پستو بفرست واسه دوستات که موقع خرید گلس حتما به کارشون میاد.